سلام دوستان، از من خواسته بودید که یک اپلیکیشن یا یک برنامه‌ای به شما معرفی کنم که تمام کیت‌های 2025 دریم لیگ رو و لوگوهای باشگاهی رو داشته باشه. با من همراه باشید تا آموزشش رو ببینیم. خب ابتدا میرید این برنامه رو از مایکت دانلود میکنید به نام دریم کیت. اون تمام کیت‌ها و لوگوهای باشگاه اروپا و ایران رو داره. حالا که وارد برنامه شدیم، هم دریم لیگ 2019 هست هم 2025 که ما میریم در 2025 و اینجا لوگو و کیت های 2025 تمام تیم ها رو داره. برای مثال ما میریم کیت لیورپول رو وارد کنیم، لباس اول تیمش رو انتخاب میکنیم و روی کپی میزنیم. خب من وارد بازی میشم و باید به بخش لباس ها برم و الان باید دیلیت کنم لباس خودم رو تا لباس جدیدی اضافه کنم و دوباره روی کاستوم کیت میزنیم و اون لینک رو اینجا پیست میکنیم. خب الان اینجا لینک پیست شد و کیت 2025 لیورپول اضافه شد. دوستان اگر در مورد دریم لیگ هر سوال دیگه ای داشتید کامنت بذارید تا من ویدیوشو بگیرم.